سلام، فرزانه پناهی هستم. به آشپزخونه من خوش اومدید. براتون امروز آموزش شیرینی اسکار برای ایام نوروز رو دارم. پس با من همراه باشید. مواد لازم: وانیل، آرد، پودر قند، تخم مرغ، کره، پودر کنجد، گردوی خرد شده. کره به دمای محیط رسیده رو داخل کاسه میریزیم. پودر قندم روش علک میکنیم. بعد شروع به هم زدن کره و پودر قند میکنیم. این کار به خاطر این میکنیم که وقتی که همزن برقی رو داخلش میریزیم پودرای قند پاشیده نشه این ور اون ور. خب 2 زرده تخم مرغ ما لازم داریم که سپیده ها رو ازش جدا میکنیم. زرده رو داخل موادمون میریزیم. زرده تخم مرغ با مواد کرم رنگمون شروع میکنیم به زدن. من 1 قاشق چای خالی وانیلم اضافه کردم. خب ما همزن رو وسط کار 1 بار خاموش میکنیم. مواد رو کاملا جمع میکنیم میاریم وسط که اگه تخم مرغی دور و بر باشه بیاریم وسط دوباره هم زده بشه. این عمل رو دوبار من انجام میدم. بعدم دوباره شروع میکنم به هم زدن. این به خاطر اینه که شیرینی ما بوی تخم مرغ نگیره. خب آردمون هم 2 بار حتما علک میکنیم. خب ما آرد رو که 2 بار علک کردیم کم کم به موادمون اضافه میکنیم. و شروع میکنیم کم کم هم زدن. ما این شیرینی رو هم میتونیم تو فر درست کنیم هم میتونیم روی گاز درست کنیم. هر 2 مدل میشه. من هر 2 مدلش رو امروز به شما یاد میدم. خب من اینو تا جایی هم میزنم که بتونم با این هم بزنم. بعدا اگه نشد با دستم ورز میدم. خب من خمیر رو کمی با دستم ورز دادم. خمیر رو جمع کردم کلا. الان این خمیر ما آماده است. من 1 تیکه گلوله برمی‌دارم. اگه خمیرمون قشنگ توپی شدهش دستون دست میکنه. اگه خمیرمون کاملا به این صورت گرد شد یعنی خمیرمون آماده است که ما درست کنیم. این خمیر اصلا احتیاج به استراحت هم تو یخچال نداره. همین الان من شیرینی‌ها رو درست میکنم. خب سفیده های تخم مرغی که نگه داشته بودیم برای الان بودش. سفیده ها رو کاملا میزنیم. خب وقتی سفیده رو زدیم این توپای گردمون رو که درست کردیم داخل این میندازیم. وقتی که 1 لحظه موندهش توی پودر گردو یا به صورت نگینی خورد شده باشه گردو رو زیاد ریز نکنید به این صورت. بعد به این صورت اصلا احتیاج به کاغذ روغنی چرب کردن هیچی نداره. به این صورت یه دونه در میاریم. سعی کنید اندازه ها همه یکی باشه. من چند تاشم با کنجد درست میکنم براتون. خب چند تاشم به این صورت کنجد میغلطونیم. من توی فرم داخل تاون میخوام بهتون یاد بدم. تاون رو گذاشتم گرم شدش قشنگ با دمکنی که گذاشتم. بعد این اسکارای گردویمون رو منتها من با کنجد برای تاون درست کردم داخلش میچینم. بعد درش رو میذارم به مدت 20 دقیقه تا 25 دقیقه. خب من شیرینی ها رو که وقتی که کمی تشدیدم طلایی شد دیگه از فر در میارم. 1 درجه با همین گرمای خودش بیرون پخته میشه. ببینید به این صورت. بعد وقتی که خنک شد روش پودر قند میپاشم. اینم که داخل تابه گذاشتیم
دیگه احتیاج به فر نداشت. ببینید الان زیرش که طلایی شد یعنی آماده است. شیرینی اسکار خوشمزه ما آماده شده. برای ایام نوروز شیرینی بسیار مناسب و خوشمزه‌ای، موندگاری خوبی هم داره. از الان هم میتونید شروع کنید برای درست کردن. این شیرینی بسیار ترد و خوشمزه است. داخلش رو ببینید. مرسی از اینکه همراه من بودید.